دوستان ارجمند، اکنون بیایید من شما رو با هیئت پوررای دست آشنا کنیم. نصرالله کبیرов صدایش خیش رو بلند میگرداند و بازی مرکزی دور هفتم بین دستای خوجند و خوجند البته خیلی خوب آشناست. اینجا اشتباه دوستان ارجمند، ضربه باید شود جانب دروازه، ضربه و گل دارم که در لیگ عالی کشور در موسم کنونی دسته استقلال خیلی هم زود گل سر داده باشد. اشتباه بسیار هم دخل مارکو میلیچ با گل پرتوف علیشیر جلیلوف، امکانیت ضربه جانب دروازه و گل. تو به دقیقه 16 رقابت دوستان ارجمند، ما و شما شاید دو گل گردیدیم در دقیقه 16. منوچهر اونجا ازدیام فوتبال بازان ببینید که چگونه شماره فوتبال بازان هر دو تیم اونجا خواهد بود. تو حساب را به نفع خود افزون کنند، امکانیت است و مامور اکراموف کمی از دروازه خود پیشتر برآمدم از موقع لازمی و محض به من خاطر اینجا خطر ایجاد شد. البته با اونها گل هم آورد. دوستان ارجمند، قسم اول رقابت بین دستای خوجند و استقلال از دوره بازی مرکزی دور هفتم لیگ شاید دور نروید. به دیگر خاطراتسان میکنم که اسکندر جلیلوف و شیرالدین بابایف از میدان گرفته شدند. با جای اونها در نیمه دوم رقابت به میدان رستم پرتوف با داخل جریمه گل علیشیر جلیلوف مسیوار را بنوار این گل را با دروازه وارد میکند. کنار ضربه زد و مامور اکراموف نتوانست این حالت را برطرف کند. اشاره می شود که اینجا باید پنالتی گذاشته شود. منوچهر سفروف بر مقابل رستم سویروف اینجا قاعده بازی را ویران نمود. بازم یک بازی دشوار برای اوست استقلال و خوجند. منوچهر سفروف کارت سرخ میگیرد. بیاید با سند تکرار متوجه شویم دوستان ارجمند. پرتوف با رستم سویروف از عقب اینجا منوچهر سفروف رسوای سخندوف و حساب بازی 3-1. این غلبه دسته استقلال است دوستان ارجمند. از فاصله دور با پای چپ ضربه خود را روان کرد و خیت سخندوف و حساب بازی را این فوتبال باز 3-1 میسازد. تا اندازه از جهت روانی از جهت پسیکولوژی هم میتوان گفت که اونا بر خوجند غلبه کردند، چون که بازیگران علایده دسته خوجند و توپ از بالا دروازه از میدان بیرون می شود. دوستان ارجمند، با حساب 3-1 بازی مرکزی دور هفتم رقابت های لیگ عالی تاجیکستان اید با فوتبال